باور کنید عزیزان، وقتی نمیدونم شاید صنفی 9 یا 10 بودم که نو شروع شده بود که به مکتب با سطر داخل نشوند. الحمدلله یگام بار نشد که به خاطر این گونه قانون ها سطر را در داخل وطن کشیده باشه. ولی انسان وقتی که یعنی در مدرسه ها من کردند و خاموش بودیم، در دانشگاه ها من کردند، امروز به بیمارستان نمیمونند، فردا به درون خانه آمده هم بعضیشون میگویند در درون خانه این گونه لباس نپوش. یعنی برادرانی که به این چیز خیلی، برادرانی که زنی حجاب دار دارن یا خواهری روسری دار دارن، وقتی که میگوید مشکل ندارد، وقتی بیمارستان میروی میتوانی گردنت را کشایی، یا وقتی به جای برای کار میروی گردنت را کشایی، فردا قانون دیگر جاری میشود که والله اعلم باز چیز دیگر کشاد نگویند. یعنی به این چیز عادت شد الکه. ما که به همه چیز گفتیم باشد، هیچ گپ نه، به خرسندی سطر را کشاده، یگان ذره هم بعضی ها حتی به بعضی ها هیچ بلای نامده سطرشان را کشادن، دیگر این عادتی شد. جریمه بالای جریمه می آید، مسخره بالای مسخره، تحقیر بالای تحقیر، در حالی که تمام اروپا و تمام امریکا، حتی همین یهودهای لعنت الله هم میدانند که حجاب زن به جامعه خطر ندارد، حجاب زن به پیشروی خطر ندارد، حجاب زن نشانه افتادگی و عقب ماندگی نیست. این چند نفرانی از یهود بدتر ما هست که اصلا این را نمیتوانند، یعنی بر این امر الله رازگی دهند. از یهود بدتر هستند آنهایی که قانون ضد حجاب میبرند. ببینید که امروز، یعنی خیلی گفتم خطاب من اساسا به اینها نیست که به قلب مرده اصلا پند و نصیحت فایده ندارد، اما خواهری که از بحر حجاب بد میبره بگذار، خیلی گفتم بگو من داخل بیمارستان نمیشم، بگذار من در خانه بمیرم، اما یقین بدانیم وعده الله هست و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی به الله توکل میکند میگوید پروردگارا به خاطر قانون تو، به خاطر شریعت تو من گذشتم از بحر این بیمارستان، من گذشتم از بحر این کار، از بحر این تحصیل، الله خودش برای او کفایه میکند. درهای باز میشود که ما خود خبر نداریم. اما مشکلی این است که ضعیفی ایمان ما تا جای آمده است که